خب بچه این باغ گیاهشناسی که داشتیم با هم دیگه میدیدیم توی فضای مختلف و یه سری تابلوهایی که زدن که هر قسمتش چه جاییه، یه جاش خیلی باحال بود. تابلوش زده بود که موزه حشرات. برای من خیلی جذاب بودش که برم ببینم به چه صورت هستش. به خاطر همین گفتم که وسط این ولاگ یه ولاگ دیگر هم با هم دیگه بگیریم. یعنی توی این ولاگ‌ها که میخوام بهتون نشون بدم، به نظرم اول خب خود باغ گیاهشناسی رو با هم دیگه میبینیم. توی ولاگ هفته بعدی این ولاگ موزه حشرات رو هم براتون آماده که دارم میکنم دیگه. یعنی دارم میگم که من دارم براتون آماده میکنم. این موزه حشرات هم با هم دیگه میبینیم. دیگه صحبت نمی‌کنم، بریم توشو ببینیم، بعد برگردیم ببینیم که چی شد. حلال کنیم پول تاکسی رو این چه نام حشرات باغ گیاهشناسی کلیه خیلی ارزشمنده.
خب به نظرم اون جوری که فکر می‌کردیم جذاب بودش. برای من که خیلی جذاب بود. امیدوارم برای شما هم خیلی جذاب بوده باشه. خیلی جالب بود. یعنی من خودم اولش فکر کردم که چون مسیرش یه جوری بود، اول رفتیم با هم دیگه دیدیم یه سری کوکروچ بود، سوسکا و حالا اسمشون رو نمیدونم دقیقاً چی بود ولی خیلی چندش بودن. بعد من خودم یه ذره خورد تو ذوقم که چرا اصلا اومدیم و اینجا رو دیدیم. ولی بعد تو راهروی بعدی که با هم دیگه رفتیم پروانه ها رو دیدیم. بعد یه سریاش بودن که بالشون یه حال و هوا چیه میگم، بالش یه ذره مثلا انگار تلق مانند بود، شیشه‌ای بود. اون خیلی دوست داشتم، خیلی واقعا قشنگ بودش. به نظر من ارزش دیدن رو داشتش. حالا بهتون پیشنهاد میکنم نمایشگاهی که اومدین، حالا نمایشگاهی که دیدین، گله داوودی رو هم که دیدین، این موزه حشرات رو هم که توی خود نمایشگاه گیاهشناسی هستش حتما یه بار بیاین دیدن بکنید. خیلی جالب بودش. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بای بای.